نظام سوال برانگیز خود قطعنامه ضد سوری رو وتو کرد. از این حجم در واقعیت ملک عبدالله که بگذریم، نکته دیگر این که الجنادریه 27 حضور عناصر فتنه 88 را هم در خود می‌بیند. در جلسه مدح و ستایش دیکتاتور عربستان، عامل دم دستی MI6 یعنی این فرد علیرضا نوریزاده و همچنین وزیر دولت اصلاحات جلوی دوربین حاضر می شود. بسیار نشست خوبی بود. خود شاه با ما دیدار کرد و صحبت کرد با همون. اردشیر امیر ارجمند رابط فتنه‌گران و منافقین در فرانسه جلوی هیچ دوربینی قرار نمیگیرد تا هیچ ردی از او باقی نماند. اما در این جلسه که اعراب برای عرض ارادت و دستبوسی حضور داشتند، عوامل فتنه هدف دیگری را دنبال می‌کردند. نوریزاده مهاجرانی و امیر ارجمند جلساتی را پشت درهای بسته با اعضای خاندان آل سعود برگزار می‌کنند و تا آنجا که خبرها به بیرون درز کرده است، هدیه مالی گرفتند تا صرف ستاد از هم پاشیده شده فتنه در خارج از کشور بکنند. هرچند هنوز معلوم نیست چقدر از آن پول وعده داده شده دستشان را بگیرد. اما سوالی که از عدد و رقم کمک‌های مالی ملک عبدالله به فتنه‌گران مهمتر است این است که آیا مردم شبه جزیره عربستان بیشتر نیازمند این کمک‌های مالی نیستند؟